د کابل په زړه کې په ګلبهار سنټر کې هر کله یو ستړي مشي وایم. چین و مشتری میایا که و چین و جنس زیاد خوش دارم. زرگری خو طبعا یک کار پدری می باشه. از شما چی؟ جامپر مثل ما وری پوشیدی بدر؟ بله. شکمن شدیم گفتیم از من نبرده باشی. نه. خوش آمدید. شروع کوم په نامه د سپیڅلي څښتن تعالی پر سپیڅلي نامه چې پیدا کوونکی، پالونکی او پناه کوونکی د ټول عالم دی. ورسره په څنګ کې تاسو په ټول محمدي درود نازوم چې عبارت دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نه. د تیر په څیر یو ځل بیا درته زه صاحب الله صافی د کابل په زړه کې په ګلبهار سنټر کې هر کله یو ستړي مشي وایم. خوشحاله او خوښ په دې یم چې هم تاسو روغ جوړ او هم زه روغ جوړ تاسو ته په دې خپرونه کې هر کله وایم او ارزومند یم چې خپرونه راسره تر اخره پورې وګورئ، خوښه مو شي. یو بعضې ستونزې مشکلات د خلکو کاروبار په اوسني وضعیت کې څنګه دی، مخکې څنګه وو. په ګلبهار سنټر کې ډېری دوستان دلته د لباس فروشیان لري، تلیفون فروشیان شته. ورسره په څنګ کې که ووایو د سرو زرو دوکانونه، ډېری دوکانونه په ماشاءالله دي تقریبا په ډېر تعداد دلته دوکانداران خپله دوکانداري خپل کاروبار مخکې وړي او ډېری مشتریان هم ورته راځي. د دوی د ټولو نظریات رالو زړهخوالې او ورسره په څنګ کې بعد د دوی د شخصي ژوند په هکله هم مرکې لرم. ارزومند یم چې تر اخره پورې مې ملتیا وکړئ. خپرونې پیل خوږو لیدونکو، زموږ د یو هیوادوال چې په ګلبهار سنټر کې دوکان لري د بوټانو له ده څخه یې کوو، زړه خواله سره کوو، لنډې خبرې او مرکه ورسره لرم. ارزومند یم چې تاسې هم د زړه په غوږونو ووینئ او واورئ. سلام، خوش آمدید عزیزم. زنده باشین. چی حالا والله خوب هستی؟ فضل خدا. قربانتان، ممنون. زنده باشین. خوش آمدین به شوز استایل. زنده باشی عزیزم. بیننده عزیز، ماشاءالله چیزی نمیگم، شاید شما هم با یگان گپ سخن و با اشاره بفهمین. زنده باشین. عزیزم اسمتان؟ اسم از فردین. فردین جان عزیز، خوش آمدید. خوش باشین. زنده باشین. مصروفیت مردم میبینه، بیننده عزیز ما میبینه که شما مصروف می بود فروشی هستین. اگر به زبان شیرین دیگه ما می تعارفتان زیاد کنیم. دیگه ما که هستیم باشنده ولایت هرات می باشیم ولی در کابل زندگی میکنیم و کلان هم شدیم. دیگه همینجا در گلبهار سنتر یک تن از دکاندارایش هستیم که وارد کننده بوتای ترکی، انگلندی و هندی می باشیم که شما میتونید در تصویر مشاهده کنین انواع اقسام بوتا را. دیگه کیفیتاشون هم خوب است و کیفیت‌های عالی‌تر هم داریم. دیگه نظر در تقاضای مشتریان است ما کار میکنیم. چی نوع مشتری میایا که و چی نوع جنس زیاد خوش داره؟ مشتری خود در عموم میخواین که در پیسه ارزان جنس خوبتر را بگیرن. این خود در افغانستان هم یک رسم رواج است. ولی ما تو جنس را نمیاریم که کیفیت پایین باشه، کیفیتش بالاتر است ولی قیمتش هم بالاتر است. اما باز ما زیادتر یک ذره مراعاتشون میکنیم دیگه. بعضیاشون میخرن و بعضیاشون هم نمیخرن. درست. چقدر مدت میگذره که شما زیرت آمدین کابل؟ ما خود تقریبا 13 سال میشه که زیرات آمدیم در کابل و البته پدرمشان، من خودم خود تولد می کابل هستم. وقتی و زمان درس و تعلیمتان است، شما اینجا مصروف کاروبار هستین، آیا امرای همی کاروبارتان درس و تعلیم هم میخوانید؟ درس تعلیم خو از ما خو فارغ صنف 12 هستم من. دیگه تا فعلا اقدام نکردیم چون بعضی مشکلات است و قدر شخصا خودم به درس علاقه ندارم. زیاد علاقه نداره بیننده عزیز. اوکی. چی باعث شد که شما یک مغازه را ده یا مثلا یک دکانی بود فروشی را در گلبهار سنتر باز کنید؟ خب از ما که دوستا زیاد از گلبهار سنتر که دکان چیزا دارن که مرام تشویق کردن، گفت از اینکه اگر درس نمیخونی یک کسب کار را کو. باز ما می بود فروشی را نظر ده بازار چیزا دیده همی کار را پیشه گرفتیم. کاروبار چی؟ کاروبار فضل خدا ناشکری نشه خوب است. خود که فعلا که در افغانستان و قدر کار نیست دیگه. طبعا دیگه وقتی که کار نباشه کسی مایل و خرید اجناس نیست دیگه. توکل ما شما. مشتری خارجی میآید؟ مشتری خارجی بعضیاشون میآیند. زیادتر مشتری ما کست از
روسیه است و زیادترشون از هند میخرن. خب اونا زیادتر پشت چیز میان، سنگای قیمتی و چیزا در گلبار سنتر. خودت هم ماشاءالله قیمتی معلوم میشی. زنده باشین. تشکر. بخیر باشی. چی خاطره خوبی داری از این کاروبارتان؟ خاطره خوب دیگه همش که دوستا که در گلبار سنتر باشیم همگیش خاطره خوب است دیگه. خاطره خوب ما همین شواید خوبتر است. او دیگه کارم وقت زیاد نفع. است. کارم زیاد است و فروشاتم زیاد است و دور هم هستیم و دیگه بعضی دکاندارا خاطر خوش همیست که یک جای نان میخوریم یک جای میباشیم و یک جای هم فروشات میکنیم و تا دیر وقت هم باز هستیم. درست است. شما یادآوری کردین که ما تصمیم به 12 مکتب خواندیم. بله. شوخی که در طول 12 سال ناکام نشده باشه بچه؟ ناکام خوب یک دفعه شدم که در صنف 4 بودم که ما نیم مکتب در کابل خواندم و نیمش هم در ایرات ادامه دادم. همین قسمت یک ضربه خوردم که ناکام شدم. مگم شوخی مگی بود که قدر از من سرمالم روز نداشت است. یک ذره شوخ بودم. اذیت میکنی؟ اذیت میکنم. حالی چی احساس میکنی؟ اما معلوم که پیش رویت بیایه چی احساس میکنی؟ حالا دیگه هر جایی که باشه جور صحتمند باشه انشالله از چینل یوتیوب شما که اگه ما رو تماشا کنه سلامم برسه برش دیگه. وقت سرمالم خوب بود. یگان وقت که در درس تنبلی میکردی استاد میزد؟ والا دیگه قدر لات نخوردیم از پیش. نه نمیگفتی که استاد بسیار می دستایم نازدان است نکو دیگه؟ من نه والا مرا استادا زیادتر هم دوست داشتن یک بسیار خوب بیننده عزیزان صحیح کنی استادم میگه خیلی بهتر هم بود. کدام مضمون زیاد علاقه داشتی و کدام مضمون بدت میامد؟ من مضمون انگلیسی یک ذره علاقه داشتم و فیزیک، اما ریاضی قدر خوب نبودم من. از دستی همین مضمون ریاضی شاید که استادم بدت میامد. طبعا دیگه هم استاد که مضمون رو که درس میته وقتی که علاقه نداشته باشی هم درسش بدت میام استادش. وقتی که صبحکی مکتب میرفتی همین تقسیم اوقات که میدیدین که امروز ما ریاضی هم داریم چی در دلت چی میگشت؟ دیگه قدر ما تر یک وضعیت بود که باز زیادتر وقت بابانه که میزا اینا رو پاک کنیم نم زیرای میز میشدیم. بیننده عزیزان ای تو گپا داره در خاطره نگو برای ما، ولی این رقم گپا است که میزا را که پاک میکردیم زیر بغل خود میزدیم. خود در وقت امتحان باز چطور؟ در وقت امتحان باز در صف آخر میشیشتیم و یک دوست ما بود پایان بازی میکردیم؟ پایان بازی خود طبعا میکردیم دیگه. در صف آخر که میشتیم و یک دوست ما در مضمون ریاضی خیلی لایق بود، باز ما وزودم روز ریاضی رفیق بودیم. رفاقت هم روز بود دیگه. خب چقدر مثلا نمی فرمول و معادله و چیزا را در مضمون ریاضی یاد گرفتیم؟ مثلا از جمع گرفته تا کجا؟ همین جمعش زایز از او پیشش قدر خوشم آید. او قدر بلدیت نداری؟ نه او قدر همین تو زبانی که برات یک قدم بگو یا 16 من پینو چند میمانه؟ ماجم بالاخره چندم نمره فارغ شدی باز؟ ما خمی صنف 12 11 برآمدم از بله برآمده در قرعه‌کشی. نه هم 11 کامیاب شدم. خوش باشی عزیزم. زنده ستړي مشه خو ګولې دونکو ارزومندم چې احساس مو د ستومانۍ نه وي کړی تر اوسه پورې په خپرونه کې را سره مل واوسئ. نو ډېره زیاته مننه کوم او ارزومند یم چې خپرونه را سره همدغسې تعقیب کوي. مخکې سره لاړ شو. زموږ د هیوادوالو د جملې نه یو ګران دوست مې تر څنګ ولاړ دی چې دی په ګلبار سنټر کې د ګوتو د غاړکۍ امیل او انتیکروشي لري. خلاصه په مجموع کې باید ووایم. نو د دوست سره زړه خواله کوم سلام بیادر خوش آمدید. سلام علیکم به برنامه شما. سلام دوستایی که ما را میبینه برشان سلام میرسانیم. ما در خدمت هستیم برادر. تشکر عزیزم. با می زبان شیرین به پیشانی باز و بیننده ما خود معرفی کنیم. اسم ما امید است. 27 سال عمر دارم و تقریبا 10 سال یا الی 12 سال میشه در گلبار سنتر مصروف دکانداری هستم. از امی افغانستان، از امی خاک هستم، از کابل هستم. بسیار خوب، خوش آمدید حمید جان عزیز. با امیدی که دیگر پیکاندی والا ما همی تو به پیشانی باز امرای دیگه خبرنگارا صحبت داشته باشه. عزیزم شما یادآوری کردین که 27 سال عمر داریم و 13 سال تقریبا میشه که ما دمی دکانداری مصروف هستیم. بله 12 سال الی 13 سال میشه. بله این زرگری خو طبعا یک کار پدری می باشه. از شما چطور؟
بله به فرموده شما درست است که ما از امو پدر کلان ما دمی کسب هستیم و تا حال هم هستیم. بله طلایش خب به نظر میاد که یا مثلا افغانی یا خارجی سنگایش بس از کجا میاد؟ اینا تمامش جنس هایی است که تیار از دیگه کشورها وارد افغانستان میشه. تمامش سنگایش ما به نام سنگای زرکان و سنگای است که عادی است. باز بعض دوستا که خواهش سنگای قیمتی را داشته باشه ما باز بر از اونا ترتیب تهیه میکنیم. درست. بله. شما کدام تیم ساخت و سازی اینمی چیزا داری؟ بله تمام چیزایی که در اینجا شما میبینین 1% زیادش گفته میتونیم که 80% جنس هایی است که تیار از خارج عرضه میشه. بله. 20% ساخت دست افغانستان است و ساخت دست وطن است که همینجا ما فعلا داریم. مردم کدام جنس زیاد خوش میکنن؟ ذوقا مختلف است دیگه، ذوقا مختلف است. در مجموع بعض دوستا هستند که میگن یک چیز باشه که ساخت دست باشه، کار دست باشه، اونا زیادتر خوش میکنن. بعض دوستا هستند که جنس تیار خوششان میه، بعضا وقت نمی داشته باشن میایم جنس خدا میگیرن و میرن. توقع پدر و مادر می باشه که سری اولاد خود درس تعلیم بخوانیم با یک مقام و با یک موقعی برسه. بله. امید پدر جان شما چی بود و شما چی امید با آینده فامیل و طفلای خود؟ خب در قدم اول باید بگویم که هر آن چیزی که ما همی فعلا داریم از برکت پدرجان مادرجان است. زحماتایی که پدر و مادر در مقابل ما متحمل شده وقت ما را تا اینجا رساندن و ما بر اولاده خود تصمیم از این داریم که انشاءالله یک تربیت درست و یک تربیت بکنیم که محضر خدمت به جامعه شوند انشاءالله در آینده. دیگه تحصیل خوب چیز است. ما با تحصیل کوشش میکنیم که اولادای خود یک تحصیل خوب برشان برسانیم، در اینجا باشه در خارج از کشور باشه، تحصیل باید بکنن. شما بعد کدام رشته تحصیل کردین نکردین؟ ما صنف 12 را خلاص کردیم، شهادت نامه صنف 12 گرفتیم. یک مدت کمه، 1 سال الی 1.5 سال 2 سمستر ما ژورنالیسم خواندیم در یکی از پانتونای شخصی. درست. باز ما مشکلات که آید حال ما شد نتانستیم پیش ببریم. در آینده چی میخواهی؟ در آینده اگر وقت مناسب بود خوبتر بتانم برتان بگویم که امی ژورنالیسم بهتر بود. درست است. در اواخر چی پیامی دارین به جوانان؟ پیام ما به همه افغانایی هستند که گرچه امی پیام تقریبا تکراری هم است که همه میگن متحد شوین و همگی زیادتر شنیدن که متحد شوین پشت از این نگردین که پشتو میگه، فارسی میگه، تاجیکی میگه، دری میگه، کلگی یک افغان است، باید از با هم دست بتینی وطن بسازیم دیگه. همپذیری را باید از یاد بگیریم، احترام متقابل باید از یاد بگیریم. دین ما دین احترام است، دین دوستی است، دین محبت است. باید از با یک دیگر خود محبت داشته باشیم و هر کسی که میخواید از زندگی خود موفق باشه فقط یک کار نکنه موفق میشه. دروغ نگویه، ولو کوچکترین چیز هم باشه نباید دروغ بگویه. از دروغ باید از پرهیز کنه و عمده‌ترین پیام ما همی است که از دروغ پرهیز کنن و دروغ نگوین. بس زندگیشان انشالله این دنیا و دنیایشان خوشنود و پرنود می باشه. تشکر بسیار. سلامت باشی. قرباندان حمید جان عزیز بخیر باشی. سلام علیکم. تشکر. خو ګولیدونکو تاسو خو زموږ د دکاندارانو هیوادوالو سره زړه مرکه ولیدي، راځي د اخیستونکو د پیرودونکو سره باید وغږیږو چې دوی څه په خاطر راغلي و، څه واخیستل، څه اخلي، څه پلان لري. سلام بیدر، جوړ بخیر. خوب هستی بیدر؟ صد تا خوب. قربانتان بیدر، بخیر باشی. جامپر مسلما وری پوشیدی بیدر؟ بله. شکمن شدیم گفتیم از من نبرده باشی. نه خوش آمدید. خوش باشی بیدر. تشکر. اسمتان عزیزم؟ اسم عبدالواسع. عبدالواسع جان عزیز، چی مصروفیت داری؟ ما در کسب آزاد، شغل آزاد است. بسیار خوب. اینجا به خاطر چی آمده بود؟ اینجا به خاطر یک چیز خرید آمده بودیم، گرفتیم میریم بخیر. مردم میگه گلبار سنتر چیزای بسیار انتیک داره، درست است؟ بله انتیک داره، خوب است. قیمتاش چطور؟ قیمتاش دیگه نظر به جنس خوب داره، قیمت هم بیشتر بنده. شما خوش هستید؟ بله خوش هستیم. خوب. گپای خود وقت طولانی نمی‌کنیم. شما گفتین که شغل آزاد. بله. مثلا در چی کاروبار مسئول؟ مثلا فلسکار هستیم. فلسکار هستید؟ بله. درس تعلیم چیزی خوندی؟ بله خواندم. تحصیل بچان؟ تا 12 خوندم. ماشاءالله. دیگه چی رو پانتون؟
پانتون نخوندم. نخواندی؟ نه نخیر. اقتصاد تقاضا نمیکرد یا خودت نمیخواستی که دیگه بخونی؟ نمی شرایط تقاضا نمیکرد دیگه که ما بخوانیم. اگر شرایط جور شود پس میخوای که تعلیم بله بکنی؟ میخوانم، چرا نه؟ نگویی که باز وقت پیر میشه. نه جوان هستم شکر. جوان هستی؟ بله. بده با همی رفیقان دیوالا و همسین و امثالتان پیام برش بگویی که بیادر درس و تعلیم وقت نداره. هر وقت که زمینه ما مساعد است شد که هر وقت درس تعلیم خود انجام بتن وقتش است. دیگه تعلیم چیزی است که انسان یک جای میرسانه. باید هر وقت در جستجوش باشن و وقت برش نتن. وقت از او همیشه مهیاست. تشکر. تشکر قربانتون. بخیر باشین. زنده باشین. بیننده عزیز امرای قاری صاحب هم یک صحبت کوتاه میکنم. سلام قاری صاحب، خوش آمدی. الحمدلله شما خوب هستین ان شاء الله. من نخوردم، شما چرا اونقدر گپای بسیار پایین؟ گپ اونقدر بلند نباشه، خوب است دیگه متوجه. نه منظور ما چی است؟ مثل همین شبکه افغانستان و شبکه مخابراتی میگیم که هلو بله میشنویم میگن نه صدایتون میاد. خدا کنه که جور و سلامت باشیم. قربانتان ممنون. قاری صاحب اسمتان؟ قاری نصیر احمد. نصیر احمد. شما مصروفی چی کار هستید؟ ما الحمدلله مصرف درس و تعلیم هستیم دیگه. ماشاءالله. در کدام رشته؟ صنف 12 را خوندیم، خلاص کردیم الحمدلله و دیگه درس کتابای دینی میخوانیم. در تخار هستیم، مهمان اومدیم در کابل. خب شما از ولایت تخار آمده بله بودید. هستیم. چی فرق بین تخار و کابل؟ هیچ فرق الحمدلله، اردش دیگه وطن است برای ما دیگه، هر جایی که باشیم. نه فرق موسمی تولیدات چیزی ندیدی؟ الحمدلله با کابل خوب است دیگه، فضل خدا دیگه. بزرگا و تجارای ما شما کار کردید الحمدلله. درست. چی پلان در آینده داری بخیر؟ در آینده چه پلان داشته باشیم که الحمدلله یک افغانستان خود را آزاد داشته باشیم و بتونیم که در افغانستان خود خدمت بکنیم و از دوستای خودم تقاضا داریم که هر وطنی که در هر کشوری که هستن افغانستان خود را فراموش نکنن، همکار افغانستان خود باشن و دعاگوی افغانستان باشیم که افغانستان ما و شما آزاد و سربلند سرفراز باشه. گلبار سنتر به چه خاطر آمده بودی؟ در اینجا ما یک چیز خرید آمده بودیم امروز عبدالواسی بیادر. درست. دیگه ما وسایل خودمون هم خریدیم الحمدلله. دیگه شاید یک شب دیگه مهمان باشیم نباشیم دوباره پس تخار ندیم. با امید موفقیت و ترقی و سربلندی هم از همه هموطنان و همچنان بر شما. ما به همه هموطنای خود سلام زیاد برشان تقدیم میکنیم و از اونها تقاضا داریم که در هر کشوری که هستن دیگه افغانستان باید یک مادر مشترک ماست. در افغانستان خود همیشه همکار باشن. تشکر بسیار زیاد. اوقات خوب داشته باشید. ممنون. بسیار زیاد تشکر. د سیلک روټ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو، زموږ د نن ورځې په ګلبهار سنټر کې جوړه شوې خپرونه همدومره وه. ارزومند یم چې ستاسې د ټولو د خوښې او د پام وړ ګرځېدلې وي. که مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی درسره لایک کومنټ شیر او سبسکرایب کړئ. تر یو بلې خپرونې چې ستاسې ورور صهیب الله صافی سره د قدرمن ټیم بالخصوص د ولی جان سره ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږو. تاسې په لویو بخښونکي خدای سپارم. تل مو خدای په اتفاق، په اتحاد، خوشحاله او د سوکاله ژوند خاوندان لره. په مخه مو زیړي ګلونه د الله په امان.